اطفال نازنین و دوست داشتنی، السلام علیکم. امیدوار هستم همتان جور و صحتمند باشین و آماده باشین که درس نو خود را گوش بگیرین. درس خود را باز هم شروع کنین با چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس. حال یاد گرفتین که هر کار نیک باید با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کنیم. درس نو ما باز هم راجع به سبزیجات است که در انگلیسی برش چی میگن؟ ویجیتیبل. ما براتان قطار اول سبزیجات نامایش به زبان دری و زبان انگلیسی معرفی کردم. امروز نوبت قطار دوم است. قطار دوم براتان معرفی میکنم. در اول به طرف دست راست شما چی را میبینین؟ چی است؟ امی سرخ. امی سرخ مقبولک مرچ دلمه است. ما و شما مرچ دلمه میگیم. بعض وقت مادر جان ما و شما در بینش کوفته پر میکنه و دلمه پخته میکنه. غیر از او در سالات هم ازش کار میگیرن. بسیار خوشبوی است. در بعض خوردنی ها انداخته میشه. این مرچ مقبول در رنگ های سبز، نارنجی، زرد هم پیدا میشه. ترکاری دوم که میبینین ترکاری مقبوله که دیگر کلان، نارنجی، این کدو است. از کدو هم چیزای بسیار مزه‌دار پخته میشه. برانی، بولانی و قورمه هم پخته میکنن. در انگلیسی برش پامکن میگن. پامکن، کدو، پامکن. شما همیشه بخورین که بسیار به وجود فایده داره. این ترکاری دیگه حتما کلتان مشناسین. چی است؟ شما بگوین این چی است؟ بادنجان سیاه. آفرین، بسیار خوب. این بادنجان سیاه است و این را در انگلیسی اگ پلنت میگن. اگ پلنت. شما اردو ناما را یاد بگیرین و همیشه از ترکاری استفاده کنین که با وجودتان بسیار زیاد فایده داره. حتما بادنجان سیاه را مادر جانتان هر وقت براتان پخته میکنه. این ترکاری آخری چی است؟ سمارق است. بسیار خوب. این را شناخته. نام از این سمارق است. سمارق هم یک ترکاری بسیار مزه‌دار است و در انگلیسی برش مشروم میگن. مشروم، سمارق، مشروم. سمارق هم به وجود بسیار فایده داره. همیشه ازش استفاده کنین، بخورین و ترکاری ها همش به وجود فایده داره. گوش کرده باشین که شما نگوین که من نمیخورم. دیگه وقتتان به پایان رسید. شما را به خدا میسپارم. خدا حافظ.